دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 12 دکبر سال 2025 است. قرار داریم در باغ من ناحیه ورزاب دهه چهارباغ. امروز ما یک درخت سیب پینک کلیدی رو بوریش میکنیم و به شما نشون میدم که من چقدر بوریش میکنم تا اینکه ما حاصل خوب گیریم، آفتاب درو شود. در مورد اول ما نگاه میکنیم. همدارون عزیز من بریده گپ میزنم و شما از این خلاصه برآورد کنید. در مورد اول ما باید که نهال رو مبنش رو تازه کنیم، یک تا لیتر مونیم تو یک لیتر شود و قبط با قبط ما نوده میمونیم. نوده های ما من این نوده برین شود بهترین است. این نوده رو ببینید که این طرف آمده است بهترین است. من سال گذشته از اینجا بریدگی بودم، این طرف آمد و بهترین شد و همین خیل باید نوده های ما بیرون رود. انا وقتی که میبینیم اگر این همین رو ببینیم، اگر ما نبرم، اگر همینجا بسیار میوه بنده دیگه اینجا میشکند. ما از اینجا میگیریم چون که ما از بلندی خدا خواهد 50 سانتی متر نوده میمونیم. این رو هم میگیریم میپرتیم چون که از روی زمین رفته شده است و یکدیگرش خلال رسانده شده است. اینش رو میگیریم. این ببینید این خوب رفته این طرف این رو میگیریم، این رو میگیریم تو طرف رفتگی ایستاد. این رو نیز میگیریم چون که با ما در اینجا علاقه نوده هست. نوده چقدر طرف رود انخیل کنجش انخیل بیاد خوب است. کنج تیز خوب نیست، برای این کنج خوب است. میریم بالا. در اینجا علاقه داریم، من داریم ایناشو بیرون میبرونیم. ما بیرون قسمی بیرون برو بردیم. دیدید این رو از اینجا میگیریم، نوکی ایران میگیریم، نوکش رو میگیریم. نوده بیرون رود باید. ما ببینیم دو تا لیدر، این لیدر با این لیدر رقابت پذیر شده است. دیدید رقابت کرده است. ما باید که دو تا لیدر مونیم، یک تا رقابت کرده شو میگیریم که لیدر به رقابت تر ماند. انا که میبینیم اینجا یک قبط هست. اینجا شو ببینیم ازی اینجا شو ببینیم اینجا باید یک قبط داشته باشیم. از اینجا میبریم تو اینکه با مانندی اینها از اینجا نوده کرده این طرف بیاید. این درون این درآمدگی هست، درون این نوده میگیریم و میبینیم من این طرف بیرون آمدگی است، بنهایت خوب آمده است. ما این رو از اینجا میگیریم، چشمکی بیرون رو بالاش رو میبریم و این دو تا رو میگیریم تو توزه تر شود. این در اینجا میستد علاقه دویم قبط میشود. انا از اینجا دویم قبط کردن در کار. برای دویم قبط ما چی کار میکنیم؟ انا این رو اینها رو ما کلتا میبریم. انا ببینید انا اینجا من میبرم. برای چی کلتا بریدم؟ انا اینجا ما چشمک داریم، همین چشمک بیدار شده این طرف میبیاید و ما به طرف بیرون آمدنش در کار. اینها رو نیز همیخیل میکنیم، کوتاه میبریم تو اینکه چشمک ها بیدار شو به طرف بیرون روان. دو تا لیدر رفته است. دیدید یک تا لیدر میمونیم، یک تاش رو کوتاه میکنیم که به طرف بیرون رود و این لیدر رو گولاش رو کمی کوتاه میکنیم. ببینید که رنگ ارچه سالنوی شد، از بالا کوتاه پایان اومده پهن شد. این بوریش من است و درست یا نادرست بودن بوریش رو سال آینده میبینیم. من این رو میبینیم، این خیلی میکنیم از اینجا برو آمده این طرف بیاید. اینش رو نیست ما میگیریم و هر چند بسیار با بیرون نوده رو روی میکنیم تو درون خالی شود. اکنون من یک قطار ما پویانده داریم علاقه. دیدید یک قطار داریم. اینا انا اینجا دویم قطار میکنیم. بالا اگر با یکم متر دیگه رود سوم قطار میکنیم و در آینده میبینیم که همین درخت ها چقدر نشونما مییابد. و یادآور میشوم دوستان عزیز که عین زمان وقتی سنجیدن خاک شما در سنجشگاه ها است، در لابراتوری است، در انستیتوت لایحه‌کشی و زمین سازی شهر دوشنبه واقع در گپرزیم نزد بازار میخوام بزرگ من سنجیدگی بودم. در زمین من فسفر نمیرسد. من به نزدیکی اینجا فسفر باز میریزم و پارو فسفر ریخته اینجا رو با پابل میکنم و شما این رو تماشا میکنید و حتما شما هم زمینتان رو برده از سنجش گذرانید و نبودگی مواد ها رو به زمین خودتون وارد کنید. سنجشگاهی
институти лоҳикашӣ ва заминсозӣ қарор дорад дар Гипразен назди Деҳқон бозор. Он қадар қимат нест. ана ҳамҷорони азиз, ин буд буриш. ҳама буришро сар кунед, мешавад ҳамаш. Зимистони мо гарм аст, зимистони мо хунук нест. акун вай хунукӣ дар 10 сол як бор мебиёвад. агар ки нетарсед, феврал кунед. ман ҳозир мекунам. себро, нокро, ҳама чиро ба ғайр аз чормағзу ситруси. Чормағзро барои чӣ намекунем? Анҷирро намекунем, чунки вайҳо чӯбҳояш дарунаш тунук аст, об медорад, мепусад. барои ҳамин чормағзро ва анҷирро ҳозир намебурем. ҳамҷорони азиз, агар анор дошта бошед, гӯронед ё бандед, анорото ҳам беҳтарин мешавад. дар паноҳи худо бошед. мо якчанд ниҳол овардагӣ ҳастем. хайр омода майда-майда харидориам кунед, мешавад. дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳбони шумо бошад.